اگر به فراز و نشیب‌های زندگی ما نگاهی بیفکنیم، هرگاه که خواستیم دیگران را کنترل کنیم، بیشترین صدمه را به خود زدیم و در اکثر موارد علت آن را نفهمیدیم و گناه را به گردن بد اقبالی خیش و اینکه زندگی سر سازش با ما نداشته است انداخته ایم، غافل از اینکه این ما هستیم که شرایط را تفسیر می‌کنیم و به آن برچسب خوب یا بد می‌زنیم. همه انسان‌ها کاری را که دوست دارند انجام می‌دهند و تنها زمانی تغییر می‌کنند که آمادگی آن را داشته باشند.